دادر جانا اشما همه خواهش میکنم دستگیری کنی من کانالی بابا جان میدیدم اومدم. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. تماشاگران کانال بابا جان میدیا، اپاهای ما، خواهرای ما، اکا و دادرای ما، پدر و مادر و التماس خواسته برای الله امین ابورا تو آخرت تماشا کنید. انا یک اپا جان روز شب بگم یه روز پیش امی ایدی رمضان بود. ایدی رمضان میگم ماه شریفی رمضان بود یا دو روز پیش بود. انا مادر روان کرد دادر جان التماس میره پارتو یا پرم یا برگم پارتو افتادم یک نمیدونم میگه 500 سم جمع شده یا انا خلاصه که نگاه کنیم برادرو که یه چیزش درون شدم که وقتی که امی جیانی که چشمش نابینایی ولی ما ویدیوش می‌بینم چشمش نابینایی ما در یک گروپ دیدمش گنده دیدم سوق گرفتم ویدیو را پارت گفتم یا اپا اومدم مراجعه نکرده بود ای پیش خودم پروست دیدم سوق گرفتم گروپ ها دا پان کردم واتساپم دا بگم انا استوریاش کردم دا واتساپ خب در کانالم پارت گفتم امی هر جای تونستم پان کردم سومی خشوش جمع شد نکی اپا وقتی که دید مرا کافی اوف نمیره ما یافت زنگ زد بود در جان خیلی نداری کرد گفتم میره برگا پارتو نمورا پارت گفتمش میگه 500 سم جمع شده خیلی نصیب تقدیره نکی من دو گفتم ان شاء الله اپا ان شاء الله یاردمت میکنم به یگان چی خلاصه که ما دا ویدیو شب بگم یه روز درست پیش امی ماه شریف رمضان روان کرد هم کارهای خودم حتی روزی انا عید بود در روز عیدم داج ما کار دادم داج در تیک توکم پارت دادم بعضی آدما در تیک توک مرا تماشا میکنن و میدونن خلاصه گپ همین برادرو که هم کارم بسیار در رمضان هم ویدیو رو برو شدن دیگه روز شبم یا پرما فراموش کم ای خاطرم برو ما خیلی بسیار کی میشه دیگه ای خاطر نمیبرویا دیگه یا پام را خبردار نکرده که دو در جون ما گفته بودم دیگه همین خیلی موندک همین روز بوینا نوای کارم هم که اپ زنگ زد گفت شناختی دو در خیلی گفتم با اپا جان خلاصه گفت دیگه ویدیو منا پارت خیلی فهمیدمش که همین خیلی فراموش کم بودم بسیار بود خیلی گفت هیچ نمیکنه و خیر میکردی چی رمضان باشه چی بعد رمضان خیرش هم میکنه خلاصه گپ برادرو گپ دروز نکنم بچهش میگه نمیدونم سیف یک دای چند کی مایدای بچهش نوبینوای باز با ویدیو خچانی میبینین اپا گپ زدگیرن میبینین با بگم که ویدیو پیش یه روز یا دو روز پیش رمضان سر شدن نبینم پارتومش انا خلاصه گپ که بچه‌ش حساب دولت انا اینترنت دا میخونه حساب دولت زوری خودش نمیرسه که بچه‌ش بخونه مکتب دا دولت بگم نگاش میکنه میخونونش انا هز با کدوم دوار نکنین همه چیز با یک نمره چی دشنبه سیتی اس خطای امانت بانک کدومش که واتساپ شام داجی همش با یک نمره ما در روی اکران میمونم التماس برادرو پیش کمک کردنتون برای دلتون دور نره که کارتای خدمت زنگ بزنین حتی خودش گپ بزنین ای حالش پرسین بعد کمکتون برسونین ما هر یک نوردم میگم اول زنگ بزنین پرسین کارتای خودش هست یا نه چیزی را پرسیدین خلاصه اول ای خودش پرسین بعد یوردنتون برسونین گپ در روز بعد نشود در پناه الله باشین خداوند خیری هممون قبول کنه در پناه الله باشین برادرای ما از رحمت برای دستگیریتون دستگیری میخوام این پسرم این دوروش به حد قیمت یک دانه این دوروش 4000 تومانه این من دو تا دورو استفاده میبره 8000 تومان میشود خودم خانه مادرم در زندگی بکنم باور نکنید این قلعه ҳисор بیاید بینید اگر روز اشما مثلا خواهش نکرده بودم این روز به خاطر فرزند مجبور شدم اشما خواهش کنم دادر جلو این پسری من میشه رومیز جان اشما همه که خواهش میکنه اگر دادر جان زجلن تا باشه دستگیری کنه به خاطر الله ثواب میشه هر یک مادر مجبور باشه میکنه مجبور نباشه به خاطر فرزندش اشما کمک نمیپرسه گفتم بچه جون نگون چی؟ اکا جانا فجانا خواهر جانا ایدی آمد شریفی رمضان دا دستگیری کنه آچم ساخت سلامت دارو مگیره چشما سال شود در حق شما دایگوتم هستم در گیجه باشه دو اکا جانا زنده حیات باشه برکت همین پسری من خیلی میکنه خدای پروردگار خیلی کرده تون دو برابر زیاد چون هر یک آدم از اون بیاد میکنه همین نمرم پیوسته 55 924 90 هم دوشنبه سیتی داره هم الف داره هم اسقط داره در پناه خدا من خدا نگه